به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر همراهان فال فریال. تاریخ 8 آبان 1404 اومدیم با یک فال اوراکل احساسی برای دوستان عزیز. نیت کنید انرژی های مثبتتون رو سمت من بفرستید تا بهترین پیغام رو از کائنات دریافت کنید. برای دوستان عزیز یک ورود شخصی رو میبینم در زندگی شما که با شخصی آشنا بشین و این رابطه یک رابطه عمیق عاشقانه میشه. شخصی که وارد زندگی شما میشه باعث میشه که شما مرحله جدیدی از یک رابطه رو تجربه کنید. شخصی رو ملاقات میکنید که در کنار این فرد یک عشق عمیق رو تجربه میکنید. براتون ملاقات با این شخص باعث شده که شما از لحاظ فکری و روحی درگیر باشید، ذهنتون درگیر باشه و دوست داشته باشید با این فرد ملاقات عاشقانه داشته باشید، سکس داشته باشید و منتظر یک پیغام یا خبر از این فرد هستید.